واقعیت اینه که خیلی از ماها انقدر توی روزمرگیامون درگیر فشارها و دغدغه ها هستیم که دیگه انرژی اضافه‌ای برای تحمل بعضی از حرفا و بعضی آدما رو نداریم. این اصلاً نشونه بی‌ادبی یا خودخواهی نیست، یه جور خودمراقبتیه. قراره توی این زندگی خودمون رو آروم نگه داریم، نه اینکه با اجبار بموندن آروم بقیه باشیم. بذار انتخاب کنیم که لبخندمون واقعی باشه، حالمون خوب و ذهنمون سبک. اینکه صبحمون رو با آرامش شروع کنیم، یه دوش بگیریم، به پوستمون رسیدگی کنیم و یه غذای خوشمزه درست کنیم و شبا با دلی گرم بخوابیم، این یعنی خود زندگی. نه تحمل بی‌دلیل آدم‌هایی که حال خوب رو ازمون میگیرن. یادت نره گاهی فاصله گرفتن شفاست. خودت رو اولویت بدون همیشه.